سلام و درود دوستان، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل PSMA. من محمد علی ام و این هفته هم قراره با هم دیگه بعد یه وقفه طولانی بریم سراغ بررسی باکس های و آپدیت این هفته، یعنی در واقع آپدیت که لایو آپدیت، و ببینیم که چه باکس هایی اومده، ارزش زدن داره یا نداره، و بعدش هم بریم روی اکانت جدیدم با هم دیگه یه دو مچ سه مچ دیویژن بازی کنیم و عشقشو ببریم. بریم سراغ بررسی باکس ها. مطلتون نمی‌کنم، لیتس گو. آقا این هفته 3 تا باکس نابی اضافه شده که این باکس واسه همین دوشنبه است. رومینیگه، هوینس و دمکلس که 3 تاشون فوق العاده، هر کدوم بگیرید سود کردید. لومی که واقعا جز تاپ ترین نوکای گیم از سال 21 و دیگه هیچ حرفی واسه گفتن نمیمونه. 3 تا دیگه هم اضافه شدن که اینجا کیمیچ و نویر و جمال موسیالا، که نویر اولین دروازه‌بانیه که اسکیل تخصصی داره، که اسکیل تخصصیش هم ویژنری پاس، که مثلا یه درصدی احتمال داره تو بازی پاسای فوق‌العاده‌ای بده، که فکر کنم مثلا دستشون خورده همچین اسکیلی به دروازه‌بان دادن، چون که بعیده. و یه دونه هم جیمی واردیه که تو باکس 50 تایی اومده، آمارش فوق‌العاده است، سرعت تابش خیلی بالاست و جزو کارتای عالیه که کنامی اینجوری مفتکی و توی باکس 50 تایی داده. فنومنال فینیشینگ هم داره، حتما استفاده کنید اگر که کوین میزنید. یه دونه باکس هم برای کمپین قهرمانی بایرن مونیخ اومده که یه 5 توش بازیکن داره که به شما میده هایلایت های مختلف مثل جمال موسیالا و هری کین و از این قبیل. بریم سراغ ترکیب. این ترکیب بنده هستش که خب من روی باجو که میبینید اوورال 100 مکس دستی AMF زدم که خب پاسیناش بیشتر بشه، واسه همینه که اوورالش اومده پایین تر. و این کانت بنده هستش که جدید گرفتمش و در واقع قراره با هم دیگه بریم و دیویژن بازی کنیم روی این اکانت. و میبینید که زوج فورلان و امباپه داره با آمبروسینی و با اسکول. بریم سراغ مچ اول که حریف آنتنه هستش. بریم سراغ ترکیب حریف. گواردیول بیگ، مسی بیگ و شوتایم ویلتس رو داره. یه دونه اپیک جابی آلانسو هم داره. خب کلیان امباپه بازی رو شروع میکنه، پاس برای باجو برای امباپه فورلان 1 و 2 میکنن، پاسش برای اسکولز، باجو حالا دفع ناقص دروازه‌بان و توی ریباند تموم میکنه کار رو پاول اسکولز. حالا خود پاول اسکولز اینجا برای دیگو فورلان 1 و 2 با امباپه واسه سرجینیو یه سانتر زمینی به روی دروازه که امباپه نمیتونه اونجا ببره توپ رو. شامنی حالا 1 و 2 باجو، این طرف دوباره یه موقعیت واسه فورلان و دوباره دروازه‌بان. اینجا هالند ضربه‌اش ثمری نداره و بازی اول داره با همین موقعیت‌های کم به پایان میرسه. این طرف ویرت توپو گرفته، پاس برای آلانسو، دوباره خود فلوریان ویرت، آمبروسینی و بازی تموم میشه و 1-0 ما این بازی رو برنده میشیم با گل پاول اسکولز روی ریباند. بریم سراغ بازی دوم تا ببینیم چه اتفاقی میفته. قبلش بریم آمار این بازی رو هم چک بکنیم. میبینید که ما 4 تا شوت زدیم و 4 تاش توی چارچوب بوده. اینم از پاول اسکولز که بهترین بازیکن زمین شد با نمره 7.5. کونده و شامنی هم بعدش نمره 7 رو گرفتن که اصلا عملکرد حریف انقدر ضعیف بوده که بهترین بازیکنش نمره 6.5 رو گرفته. بریم سراغ یه حریف دیگه، حریف 4 آنتن که اصلا به اسمش دقت نکنید، بیخیال. بریم سراغ ترکیب حریف ببینیم ترکیبش از چه قراره. یه ترکیب 5 دفاعی ترسوطوری چیده و نمیدونم چجوری همچین اسمی داشت و همچین ترکیبی داره. بریم سراغ بازی. 5 تا دفاع داره و یه DMF عجیبه واقعا. بریم سراغ بازی شروع میشه. رونالدو برای نیمار، حالا خود نیمار یه دور میزنه، یه پاس میخواد بده به رونالدو که موفق نیست. حالا کانتونا، این طرف رونالدو، خود رونالدو هدو میزنه و باستونی برمیگردونه توپ رو. این طرف امبروسینی برای فورلان، حالا امبروسینی با
امباپه 1-2 میکنه. حالا دیگو فورلان اونجا صاحب توپ شده و نمیتونه پاس خوبی رو ارسال بکنه. اشتباه مدافعین و دروازه‌بان و روی ریباند خوده فورلان توپو به گل تبدیل میکنه. گل اول برای ما. حالا خود رونالدو تو محوطه جریمه چه بدنی میذاره اونجا. فنداک دوباره پاس اشتباه، توپ کانتونا به تیر میخوره و ریباندم سرجینیو توپ رو دور میکنه از منطقه خطر. حالا این طرف روبرتو باجو خودش 1-2 با امباپه ناموفقه. کانته واسه اسکولز یه پاس بلند پشت محوطه جریمه و سیو زیبای دخیا. این نسخه داوید دخیا رو اگه دارید حتما داخل ترکیبتون بازی بدید. چه بد باگه این نسخه اوورال 96 پوتو. حالا اون طرف الکساندر سورلوت داخل میزنه و یه دونه کرل رو میندازه گوشه دروازمون. بدین ترتیب حالا باجو اینجا یه فرصت داره که اجازه شوت زنی رو بهش نمیدن مدافعا و بدین ترتیب بازی تموم میشه و بریم سراغ آمار و عملکرد بازیکن‌ها که 7 شوت اون داشته، 5 شوت در چارچوب و ما هم 1 شوت و 1 شوت در چارچوب که خب سبک ضد حمله بازی کردیم انگار. و فورلانی که نمره 7.5 رو گرفت و بهترین بازیکن زمین شد. بریم سراغ حریف در واقع بعدی. خب یه حریف 3 آنتن پیدا میشه. بریم سراغ بله زده نو لوز ریپورت و بند. خیلی هم خوبه دوستان، اگه میتونید این اسمو بذارید که خب نولرا و لوزرا بهتون بر نخورن. البته توی این بازی یه اتفاق خیلی خاص میفته که در ادامه ویدیو با هم دیگه میبینید. خب نیمار جونیور. حالا اینجا نیمار جونیور حریف پاس برای جمال موسیالا یه دونه ضربه رو به سمت چارچوب روانه میکنه که دروازه‌بان ما میگیره و آفساید. حالا این طرف دوباره دخیای واکنش خوبی رو نشون میده. امبروسینی، خود امبروسینی برای فورلان واسه امباپه میبینید که از کجا اومد توپو از جلو پای مدافعا دزدید و یه موشک رو روانه دروازه کرد. کان 106 اینجوری مغلوب امباپه میشه. این طرف امباپه و سیو دیدنی دخیا. اینه که میگم آقا این دروازه‌بانو اگر دارید بذارید و تستش کنید، یه جور واگیه. و دوباره اینجا نیمار پشت به دروازه یه شوت میزنه و نمیره و به تیرک میخوره. دقایق آخر بازی. این طرف امبروسینی برای کیلیان امباپه توی دروازه و اینجا میبینید که بازی داره تموم میشه و من میخوام فقط به شما توضیح بدم که آقا یک سری افراد واقعا چقدر بی‌وجدانن که میان و بازی افراد دیگر رو خراب میکنن. هم با تمام پررویی هم میان مینویسن که نول و لوز مساوی ریپورت و بند و ببینید که فقط این افراد چی کار میکنن با بازی شما. همینجور که میبینید من کامل اینجا رو میذارم، هیچ کاتی نمیذارم که نگید هیچ دروغی داخلشه و آیدی طرف هم زیر میذارم. حتما بنش بکنید، یعنی ریپورتش بکنید تا بند بشه. همونطور که میبینید بازی استاپ میخوره. من یه سری تعویض‌ها رو انجام میدم که بالاخره خب یه سری بازیکنایی که استامیناشون پایین تر بود رو تعویض میکنم که بتونم بهتر بازی کنم. همینجور که میبینید میرم روی ترکیب حریف که به شما نشونش بدم چون اول بازی یادم رفت بود. و همینطور که میبینید بازی لودینگ مسخره میخوره. همینطور که بازی لودینگ میخوره به شما بگم که دوستان نولرا و لوزرا توی بازی زیاد شدن. یعنی شما بازی رو بردید مثل همین الان که من 2-0 بردم و یهو میبینید که بی دلیل طرف با توپ میره بیرون و بازی استاپ میخوره. شما حتما اون فرد رو ریپورت کنید که دیگه اینجور افراد داخل کامیونیتی ای فوتبال نباشن. منم آیدیشو میذارم، شما حتما ریپورت کردن یادتون نره. مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید. حتما حمایت، لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. نولرا و لوزرا رو هیچ وقت دیگه ایشالله با هم دیگه نبینیم توی بازی. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار همتون.